درود به همگی. تو این ویدیو 10 گجت خفن بهتون معرفی میکنم که سفرتون رو راحت‌تر و لذت بخش‌تر بکنه. تصور کن که یک چمدون خودش کنارتون حرکت میکنه و دنبالتون میاد، یا حتی میتونید سوارش بشید و مسیری که میخواید رو سوار بر چمدونتون حرکت کنید. این ایده پشت چمدون میشاتو وویجره. این چمدون جذاب با یک بار شارژ کامل میتونه شما رو تا 7 کیلومتر جابجا کنه. میشاتو وویجر یه حالت ردیابی هم داره که به طور خودکار دنبالتون میاد. تو این حالت باتریش تا 12 کیلومتر دووم میاره و میتونه باهاتون حرکت کنه. وزن این چمدون حدود 5.5 کیلوگرم و یه باتری 2500 میلی آمپر ساعتی داره که میتونه به عنوان یه پاور بانک هم ازش استفاده کنید. شما میتونید میشاتو وویجر رو با استفاده از کنترل یا اپلیکیشن رسمیش با موبایلتون کنترل کنید. با ترنسبادز A8 تو سفراتون نیازی به مترجم نیست. این گجت جذاب فقط با نیم ثانیه تأخیر میتونه بیشتر از 100 زبان دنیا رو ترجمه کنه که باعث میشه مترجما رو یکم نگران کنه. این دستگاه میتونه بدون اینترنت تا 16 زبان رو با دقت خیلی زیاد ترجمه کنه. ولی این همه ماجرا نیست. ترنسبادز A8 وقتی که به اینترنت وصل شه میتونه تا 144 زبان رو ترجمه کنه، حتی از زبان فارسی هم پشتیبانی میکنه. این دستگاه یک بلندگو داخلی هم داره که به راحتی میتونید با استفاده از اون با افراد دیگه صحبت کنید. شارژر خورشیدی سجو اولین شارژر خورشیدی ترکیب شده با اوریگامیه. وقتی تا بشه تبدیل به یه مربع فشرده 19 سانتی میشه که به راحتی تو چمدون کلو پشتی و کیف جا میگیره و وزنش نسبتا سبک و فقط 1.5 کیلوگرمه. این پنل خورشیدی با وزن و اندازه کمش اونقدری مقاومه که میتونه بارون تگرگ رو تحمل کنه. این شارژر خورشیدی 25 وات برق تحویل میده که گوشی هوشمندتون رو تو 2 ساعت شارژ میکنه. آیرون یه اتوی جذاب و کوچیکه که طراحی اون بیشتر شبیه یه اسپیکر تابوتو. با وجود اندازه کوچیکش آیرون یه ژنراتور بخار داره و خیلی سریع گرم میشه و فقط 1 دقیقه برای رسیدن به نمای مناسب زمان نیاز داره. اگه لباسای زیادی برای اتو کردن دارین، با باتری 5200 میلی آمپر ساعتی آیرون با یک بار شارژ تا نیم ساعت میتونید از این اتو استفاده کنید. دمای آیرون از 100 تا 140 درجه سانتیگراد قابل تنظیم هستش و حتی قابلیت اتو کردن پارچه‌های حساس مثل ابریشم رو هم بهتون میده. کیسه‌های مسافرتی ریلین برای کسایی که دوست دارن تمام کمد لباسشون رو حتی برای سفرهای کوتاه همراه خودشون ببرن. فقط کافیه لباساتون رو توی کیسه بذارید و پمپ مکش رو روشن کنید تا همه چیز آماده بشه. این دستگاه حجم شلوار جین رو تا 30%، کاپشن‌های پفدار رو تا 80% کاهش میده. کیسه از یه پلیمر ترکیبی مقاوم ساخته شدن که میتونه تا 15 کیلوگرم رو تحمل کنه و حدود 1000 بار میشه ازش استفاده کرد. با یک بار شارژ کردن پمپ اون هم میتونید حدود 20 بار ازش استفاده کنید و وزن اون فقط 85 گرمه. چراغ قوه ووبن X0 یه چراغ قوه جمع جور و قدرتمنده که قابلیت‌های زیادی داره. جنس این چراغ قوه از آلیاژ آلومینیوم 661 همون ماده‌ای که تو قطعات هوافضا استفاده میشه. ووبن X0 برد 125 متری داره و شارژش تا 130 ساعت دووم میاره. این چراغ قوه جذاب زیر آب کار میکنه، دمای منجمد رو تحمل میکنه، حتی اگر دستتون هم بیفته آخ نمیگه. چیزی که بیشتر این چراغ قوه رو جذاب میکنه وزن کمشه. وزن ووبن X0 82 گرم و طول اون حدود 6 سانتی متره.
یکی از مشکلاتی که ممکنه تو سفر برای هر کسی پیش بیاد دزدیده شدن یا گم کردن مدارکه. مراقبت از پاسپورت و مدارک مختلف یکی از مهمترین بخش‌های سفره، چون نبودن مدارک مخصوصا تو سفرهای خارجی باعث دردسرای زیادی میشه. به خاطر همین تیم اسکایبورن آی ترول مینی نگهدارنده پاسپورت رو ساختن. اصلی ترین ویژگی آی ترول مینی جی پی اس داخل اونه که با اپلیکیشن موبایلش بهتون نشون میده دقیقاً پاسپورت شما کجاست و اگه از شما دزدی شد بهتون کمک میکنه که به راحتی اون رو پیدا کنید. حتی اگه یادتون بره اون رو جایی ول کنید به شما هشدار میده. اگه تو سفرتون کرم‌ها، پمادا یا ماده‌های ضد عفونی کننده زیادی میبرید، لاسپاتل بهتون کمک میکنه که جای کمتری استفاده کنید. این گجت 4 کپسول داره که میتونید هر کدوم رو با ماده مورد نظرتون پر کنید، یا اینکه میتونید اونها رو با ضد عفونی کننده ها پر کنید و از اون برای ضد عفونی کردن دست‌ها یا تمیز کردن تجهیزات پارک و باشگاه برای تمرینتون استفاده کنید. این گجت برای نگهداری کرم‌ها و پمادها، نرم کننده‌ها یا مواد شوینده مایع مفید و یه انتخاب کاربردی برای سفرهای کاریه. کپسول‌های داخل اون قابل استفاده مجدد هستن و هر کدوم 45 میلی لیتر حجم دارن. اگه زیاد سفر میرید و یک گاف صندوق کوچیک و عالی برای وسایل با ارزشتون نیاز دارید، لایف پد به کمکتون میاد. لایف پد یک گاف صندوق سبک و فشرده است که برای سفر و فعالیت‌های بیرونی طراحی شده. لایف پد به اندازه هست که کلیدها، مدارک و حتی گوشی هوشمندتون داخلش جا بشه. تو آزمایش‌ها این گاف صندوق تونست وزن یه ماشین رو بدون هیچ مشکلی تحمل کنه. حتی اگه گاف صندوق تو آب بیفته شناور میشه و وسایل شما رو خشک نگه میداره. لایف پد نسخه 1 صفحه کلید لمسی داره و نسخه 2 از اثر انگشت برای امنیت بیشتر پشتیبانی میکنه. اگه تا حالا به خارج از کشور سفر کرده باشید میدونید که سر و کله زدن با دوشاخه‌های مختلف یه دردسر واقعیه. بر اساس گزارش کمیسیون بین‌المللی الکترونتکنیک 14 نوع دوشاخه مختلف تو جهان وجود داره. این به این معنیه که شما باید آداپتورهای زیادی بخرید و مطمئن بشید که از ولتاژ درست استفاده میکنید. به لطف کارشناسای کیکستارتر تمام مشکلات تو آینده جایی نداره. مکا اولین آداپتور جهانیه که با همه 14 نوع دوشاخه کار میکنه. مکا توانایی مدیریت ولتاژهای بین 100 تا 250 ولت رو داره و حتی برای دستگاهی که مصرف بالایی دارن قابل استفاده است، چون میتونه تا 2500 وات توان رو تحمل کنه. این آداپتور پورتای USB برای شارژ کردن موبایل، لپتاپ و دستگاه‌های دیگه داره. در کل مکا یه دستگاه خیلی کاربردیه. اگه شما به کمپینگ و طبیعت‌گردی علاقه دارید این ویدیو رو از دست ندید. تا ویدیو دیگه بدرود.